یکی میگفت میخوام یه مغازه بزنم، نمیدونم بزنم نه چیکار. شرایط کره زمین الان شرایط اضطراریه. خب زمین داره شیفت میکنه. خب چون اینا رو تو تلویزیون نمیان بگن که به شما بفهمی داستان چیه. این اطلاعات دسترسی نداری دیگه. ما هم که نمیتونیم بیایم تو تلویزیون صحبت کنیم اونجا به همه بگیم داستان چیه و زمین داره شیفت میکنه، فرکانسش میره بالا، کل همه چیز درست بشه یه دفعه. برای همین حالا حاشیه نمیخوام برم بچه‌ها، همه چیز درونه. داستان همینه. میدونید چقدر چه اتفاق خوبی داره میفته رو کره زمین؟ اصلا بدونید متوجه نمیش، مغزتون نمیگیره. این اتفاق خیلی بزرگی رو کره زمین داره میفته، وحشتناکه، انقدر خوبه. همه چیز داره عوض میشه، سیستما همه داره عوض میشه، همه کلا کره زمین بهترین زمانیه که شما رو کره زمین دارید زندگی میکنید دیگه. خودتون درخواست دادید، خودتون اومدید اینجا، درخواست کردید الان اینجا باشید تو این لحظه مهم. میخواید سمت نور باشید یا سمت سیاهی دیگه. مهمترین اون روزی که منتظرش بودید شروع شده دیگه. حالا خوابن یه سریا،